بسیار عالی. الان تصویر رو هم داری؟ نمیدونم چرا این تصویر من لو نمیشه. حالا یه بار دیگه ترای میکنم، اگه نشد حالا من نمیدونم چه مشکلی وجود داره. یه ذره تا با این سولوشن جدید خودم آشنا بشم طول میکشه، چون شاید 4-5 جا منتظر بودم، یعنی داشتم میگشتم ببینم که چطور بتونم دوره تعریف کنم و بعد هی این تعریف نمیشد. حالا به هر حال بودن که زمان رو از دست ندیم، بحثمون رو شروع میکنیم. خب من فایل جلسه گذشته، من موارد شما رو تو گروه دیدم که شما گفتید که پس بهتر اولویت روی بحث بازاریابی باشه و همینطور بحث در واقع بازار دیجیتال اگر رسیدیم، و در مورد ساعت شروع هم که ترجیح بیشتر این ساعت بود. خب من فایل رو شیر کنم و بحثمون رو شروع کنیم که زمان رو هم از دست ندیم. خب ما جلسه گذشته یه تعریفی در مورد بازاریابی داشتیم و گفتیم که مواردی که بازاریابی شاملش میشه فقط هم لزوما کالا و خدمت نیست، رویداده. یعنی خیلی وقتا شما میتونید یک رویداد یا یک ایونت رو بازاریابی کنید. الان خیلی وقتا بازاریابی گوشی‌های مثل اپل بیشتر از اینکه جنس اون گوشیه اثرگذار باشه، اون رویدادی که افراد منتظرن تا اون گوشی پروموت بشه، ارائه بشه، دیزاینش توضیح داده بشه و رونمایی بشه ازش، خودش ارزش داره و افراد خیلی منتظرن. یا مثلا شما فرض کنید یه رستوران دارید، میتونید اساسا ماهیت رستورانتون رو به ایونت ها گره بزنید. یعنی رستوران شما تبدیل بشه به یه رستورانی که افراد به خاطر برگزاری مثلا تولدها میشناسنش، یا یه محیط خیلی مناسبی برای عکاسی داره. اگر جاهایی رو شما تو ذهنتون میشناسید در ایران که افراد میرن اونجا بازدید میکنن، نه به خاطر لزوما فقط ویژگی هایی که داره، به خاطر فضای عکاسی خیلی خوبی که داره. یعنی چی؟ یعنی یک ایونت رو اینجا شما بازاریابی کرد. تجربه میتونه بازاریابی بشه. مثلا فرض کنید که من یه
تور گردشگری برگزار میکنن، تخصصم مثلا برگزاری بحث‌های توریسمه. کاری که میتونم انجام بدم اینه که اون تجربه خیلی خوب رو با بقیه شیر بکنم و بقیه اون تجربهشون رو با بقیه در میون بگذارن و خود اون تجربه بازاریابی رو ایجاد میکنه. یا آدم ها منتظر اون تجربه هن. خود شما دیدی سایت هایی هستن که تجربه کاری افراد اونجا به اشتراک گذاشته میشه و این خودش داره بازاریابی میکنه. تعریفون از بازاریابی چی بود؟ پاسخ دادن به نیاز افراد. یعنی خود اون تجربه و به اشتراک گذاری نیاز افراد چه کار میکنه؟ تأثیر میذاره. همینطور بحث فرد که میشه پرسونال برندینگ، مکان همینطور که باز مثال زدم، مثلا میتونه یه جا اونقدر مکانش خوب باشه و جذابیت داشته باشه که جنبه بازاریابی رو داشته باشه. دارایی ها، سازمان ها، خود سازمان ها برند کارفرماییشون یه جور بازاریابی افراد موقعی که شاغل میشن، برند کارفرما سازمان مهم میشه براشون و خودش میتونه رو بازاریابی تاثیر بذاره. همینطور در کنارش بحث اطلاعات و ایده های افراد. ما 4 تا رک رو در بازاریابی داریم. حالا تا اینجا صدا اوکیه؟ چون من اصلا کامنت های شما رو نمیبینم روی همزمان که درس میدم، یعنی برخلاف نرم افزار ادوبی کانه که ویژگی داشته کامنت ها کنار ویدیو می اومد، من نمیبینم کامنتاتون رو. پس اگه پاسخگو نبودم از طریق میکروفون یادآور بشید. حالا این هم باز من با این ویژگی های جدید این عادت کنم. البته خب ویژگی مثبت هم داره دیگه، نه همه مسئله ببینه. شاید ویژگی مثبتش هم کیفیت ارائه و تدریس و فکر میکنم کیفیت صوتی و تصویری هستش که نسبت قبلی داره. خب ما موقعی که صحبت از بازاریابی میکنیم 4 تا بود مهمه: نیاز، خواسته، تقاضا و پیشنهاد. یعنی چی؟ یعنی ما یه نیازی داریم و بعد این نیاز تبدیل به یک خواسته میشه و بعد این خواسته تقاضا رو ایجاد میکنه و در نهایت اون شرکت هم در قبال اون تقاضای پیشنهاد میده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که تفاوت اینا چیه؟ اول ما یه مثال با هم ببینیم، بعد من میام اینجا توضیح بدم. پس توی شکل چی میگه؟ میگه یه محرومیت یه نیازی رو ایجاد میکنه و ترکیب این نیازه با فرهنگ و خصوصیات فردی خواسته رو ایجاد میکنه و بعد با قدرت خرید که ترکیب میشه چی رو میسازه؟ تقاضا رو میسازه. یه مثالی هم اینجا زدیم، مثلا گرسنگی یک نیازه اما خواستش اینجا یه فردی گرسنگیش رو به یه شکلی برطرف میکنه، یکی دیگه به صورت مثلا یه چلو کباب، یه کباب. بر حسب درآمدی که داره میتونه یک نوع رستوران انتخاب بکنه و اون آفری هم که بهش داده میشه باید متناسب با اون تقاضا باشه. یعنی اون ولیوها یا اون ارزش هایی که ایجاد میشه متناسب با تقاضا یا در واقع دیماند طرف مقابل باید باشه. من یه مثال میزنم که خوب این شکل رو متوجه بشید. برگردیم به همین مثال محرومیت و نیاز گرسنگی. اولا تفاوت نیاز با خواسته چیه؟ نیازها نسبت به خواسته محدودترن. ما نیازهامون زیاد نیست. یعنی شما به هر حال مثلا اگه بخوای مازلویی نگاه بکنی، یه سری نیازها فیزیولوژیک هست، نیازهای امنیتی هست، نیازهای اجتماعی هست، نیازها، یعنی سطح نیازها خیلی متفاوت نیستن. یعنی بس مکللند رو بری ببینی، نمیدونم ویلیام گلاسر رو ببینی، کسی که در مورد نیازها صحبت کردن، طیف نیازها خیلی طیف پیچیده‌ای نیست. اما برخلافش خواسته ها میتونن به شدت متنوع باشن. اولین و مهمترین تفاوت نیازها با خواسته ها در اینه که نیازها طیفشون محدوده، خواسته ها طیفشون گسترده است. به عنوان مثال مسئله گرسنگی که صحبتشو کردیم. خب
این که خوب دقت کنید، مثلا شما اه، یه وقتی گرسنت میشه که زمان کمی داری، یه وقتی که گرسنت میشه زمان زیادی داری، یه وقتی گرسنت میشه سر کاری، یه وقتی گرسنت میشه تو خونه ای، یه وقتی گرسنت میشه نمیدونم مثلا توی مترویی. ببین در همه اینها نیازه گرسنگیه، اما چون به شکل‌های متفاوتی شما اون رو احساس میکنی، یعنی من به عنوان یه فرد انواع مختلف حالتهای گرسنگی رو دارم. یه وقتی گرسنمه زمانم زیاده، یه وقتی گرسنمه زمانم کمه، یه وقتی گرسنمه تو شرکتم، یه وقتی گرسنمه تو خونمم. ببین همه اینا با هم متفاوته. یه وقتی گرسنمه تو خیابونم. همه اینها یه نیازن، اما چون با خصوصیات فردی متفاوتی گره میخوره خواستای متفاوتی رو ایجاد میکنه. موقعی که من گرسنمه و زمان کم دارم، خواسته من میشه چی؟ غذای سریع. موقعی که من گرسنمه و تو محیط کارمم، در واقع خواسته من چی میشه؟ غذایی که از لحاظ قیمتی به صرفه باشه، چون قراره در ماه دفعات بالا سفارش بدم. موقعی که زمان دارم و گرسنم میشه، دنبال یه محیطیم که زمانم توش بگذره لذت ببرم، پس دنبال یه رستورانی میگردم که جای خوب برای نشستن داشته باشه، موسیقی داشته. اما موقعی که گرسنم تو مترو هم دنبال زمان سریعم، یعنی میام بیرون میگم خب من که زمان ندارم. چرا؟ چون اصلا از مترو استفاده کردم که تو زمانم مدیریت بشه. قاعدتا اگه بغل مترو من یه فست فودی بزنم که سریع سفارش‌ها رو آماده بکنه، به مراتب بهتر خواستار رو جواب میده تا یه رستورانی بزنم که موسیقی محلی داره و خیلی فضای خوبی داره. چرا؟ چون اونجا اون خواسته من موسیقی محلی و مثلا غذای متنوع نیست. و این تفاوت خواسته میشه با نیاز. فرهنگ هم مؤثره دیگه. مثلا به هر حال یه فرهنگ بافتی که توش بزرگ میشید، اون ارزش هایی که دارید تاثیر میذاره روی خواسته های شما. یکی گرسنگی رو با لذت میبره با خوردن نمیدونم بزمجه و نمیدونم یکی دیگه همون گرسنگی لذت میبره با خوردن زبان گوسفند. هر دو هم ممکنه از دید یه فرد بیرونی کار جذابی نباشه، اما اون آدم به واسطه اون فرهنگ و بافتی که درش بزرگ شده داره ازش چیکار میکنه؟ لذت میبره و نیازم برطرف میشه، خواستم به بهترین شکل محقق میشه. حالا چی خواسته رو به تقاضا تبدیل میکنه؟ قدرت خرید. خیلی وقتا ما خواستایی داریم، اما چون قدرت خریدش رو نداریم یا وضعیت اقتصادیمون اجازه نمیده. حالا در کنار این فقط هم وضعیت اقتصادی نیست، وضعیت سیاسی، شرایط اون تقاضا ایجاد نمیشه. حالا یا پولش هم نداریم، یا شرایط سیاسی اجازه نمیده، یا هر مسئله دیگه. مثلا الان جی تی ای 6 اومده یا داره ریلیز میشه. خب برای یه کسی که توی ایرانه، به واسطه اینکه به راحتی نمیتونه از آمازون درخواست بده این بیاد و خریداری بکنه، این خواسته ممکنه سرکوب بشه و به تبعش خواسته که سرکوب میشه، یعنی اون نیاز پشتش چی میشه؟ سرکوب میشه، چون قدرت خریده وجود نداره، سیاسی وجود نداره، امکان ارسالش وجود نداره. از اون ورم ممکنه شرایط تغییر بکنه. من داشتم یادم میاد چند وقت پیش یه پیامی رو تو این شبکه لینکدین میدم، مثلا طرف ورژن اوبونتو رو سفارش داده بود، اومده بود براش دم خونه و ارسال کردن از اون کامیونیتی اوپن سورس. خب خیلی شرایط میاد، مثلا قشنگ یادم سال 82 شما میتونستید درخواست ویزا کارت بدین. یعنی فقط هم قدرت خرید مالی اینجا نیست، قدرت خرید یعنی قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، فقط هم بس قدرت اقتصادی نیست.
و الان شما نمیتونی، بخاطر این قدرت اون روابط اجتماعی، اون روابط سیاسی وجود نداره. پس اون خواسته به تقاضا تبدیل نمیشه. حالا چیزی که ما در بازاریابی خیلی برش باید تاکید بکنیم و مهمه، اینه که واقعا بتونیم درست نیاز رو تشخیص بدیم. یعنی مهمترین چیزی که یه بازاریاب رو از یه فروشنده متمایز میکنه اینه که بازاریاب نیازها رو درست تشخیص میده و متناسب با نیازها شروع میکنه در مورد مانور دادن. من یه تمرین اینجا گذاشتم، یه دو دقیقه به شما فرصت میدم یه بررسی بکنید و به من جواب بدید. حالا من اینا زوم آوتش هم میکنم. فرض کن یه کسی میخواد باتری صنعتی بخره، نیازش چیه واقعا و چه کلماتی ترغیبش میکنه؟ کسی که دنبال غذای فوری خانگیه چطور؟ کسی که دنبال ماشین لباسشویی هوشمنده؟ کسی که دنبال خرید کالاهای خرید کالایی که هزینه اولیه بالایی دارن، حالا من خیلی زومش کردم، مثل پنل خورشیدی، مشتری هایی که رستوران های غذاهای رژیمی میان و مسافر ایرلاین های بین المللی. دو سه دقیقه فرصت میدم یه ذره اینا فکر کنید، بعد با هم صحبت میکنه. قاعدتا میدونید که مشارکت شما توی کلاس نمره داره و میتونید حالا به صورت تایپ شده یا به صورت با میکروفون، ترجیحاً هم میکروفون، چون رشته شما رشته مجازیه، پس طبیعتاً میکروفون نداریم و نمیدونم شرایطش امکان پذیر نیست دیگر، نه سر کارید مگر اینکه تو ماشین نشسته باشی و اون راننده اسنپ از آهنگی در واقع بذاری که شاید مثلا نتونید صحبت کنید یا مناسب کلاس باشید. به هر حال اینها مسئله مهمیه که تو نمره شما تاثیر میذاره. یکی دو دقیقه روش فکر کنید، بعد با هم صحبت. خب شروع کنیم. اولی خریداری که در صدد خرید باتری صنعتیه، میخواد بگه آقای NG، من میکروفون روشن کنید. استاد صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده هست؟
خانم صائب به ترتیب. استاد سلام عرض میکنم، صدای بنده هستش؟ صداتون من فکر کنم که ولوم صدای من پایینه. بله بفهمید. صدا هستش. بله من بله. سلام عرض میکنم خدمت شما. در خصوص مثلا کسی که میخواد خریدار باتری صنعتی هستش، نیازش اینه که بتونه انرژی الکتریکی رو برای مدت طولانی ذخیره بکنه، حالا برای اون کار یا برای اون مصرفی که مثلا داره، و حالا اون نیازی که داره اینه که بتونه مدت طولانی انرژی الکتریکی رو داشته باشه، بتونه ازش استفاده بکنه. کلمات مثلا میگم ترغیب کننده ای که اون ارائه کننده یا تولید کننده میتونه مثلا برای مشتری به کار ببره اینه که این باتری مدت زمان، حالا یکی بحث دوامش هست و بحث این که مثلا میگم شارژ مثلا میگم سریع بشه، بتونه مدت زمان طولانی انرژی الکتریکی رو تو خودش نگه داره. من فکر میکنم که این یه کلمه ای باشه که تعقیب کننده باشه، مثلا ماندگاری بالا، دوام بالا، شارژ سریع. این حالا تو بحث تبلیغاتیش فکر میکنم میتونه اثرگذار باشه حالا تو برای بسیار عالی. باتری الکتریک. خب اینجا رو یه لحظه دقت کنید. ببینید یکی صحبت از نیاز میکنیم، 100 تا نیاز نداریم. من اول صحبت هم گفتم نیازها محدودن و شما برای اینکه درست بتونید به نیاز افراد برسید با یه سری سوالات میتونید به اون نیازه برسید. مثلا کسی که دنبال خرید باتری صنعتیه برای چی باید بیاد میلیون ها تومن به من پول بده یا بعضا تو ابعاد بالاتر و مراتب مقادیر بیشتر که این باتری صنعتی رو بخره؟ یعنی شما با یک چرا باید شروع کنید. آیا واقعا کسی که دنبال باتری صنعتی دیزاینش براش جذابه؟ واقعا دنبال دیزاینه، دنبال قیمته، دنبال چیه؟ یعنی قیمت که خب به هر حال یه چیزی که همیشه مؤثره، تاثیر میذاره رو تصمیم گیری، اما صرفا اینکه بگن قیمتش پایینه آیا علاقه‌مندش میکنه که بیاد باتری من رو استفاده بکنه؟ نه. چرا باتری صنعتی میخره؟ نیازه چی بوده؟ اون کم بوده چی بوده؟ چه کانسرنی یا چه دغدغه‌ای رو باتری صنعتی داره ازش برطرف میکنه؟ میگیم آقا کانسرنی که داره ازش برطرف میکنه مدت زمانه. یعنی چی؟ چرا؟ چون میگه ببین اگه من خط تولیدم بخوابه آریال ضرر میکنم، آریال از تولیدم عقب میفتم، این تعداد مشتری رو از دست میدم. پس اون چیزی که برای من حساسیت ایجاد میکنه و ارزش آفرینه و یک نوع اون کم بوده است، مسئله زمان منه. و همین خاطر نیازه اینجا بس زمانه و من به عنوان یه بازاریاب باید روی بحث زمان چیکار بکنم؟ متمرکز بشم. مثلا اگر بقیه دارن مثلا 2000 مثلا نمیدونم آمپر ساعت بهش میگن چی میگن، حالا واحدیشو من دقیق نمیدونم، من میام باتری صنعتی تولید کنم جای 2000 مثلا تبدیل شد 2500 و بیام فوکس کنم که من 25% مدت زمان نمیدونم نگه داشته باتری، شارژش نمیدونم چیز طولانی تره. یعنی من باید روی این کمبود متمرکز بشه. یا به قول دوستمون مدت زمانی که شما میتونی اینو شارژش بکنی و مجددا افراز. یعنی من باید روی اون زمانه کار بکنم. هر چیز دیگه‌ای به جز مسئله زمان دست روی نیاز نمیذاره. و خاطر چی میشه؟ اون آدم درکش نمیکنه. خیلی وقتا ببینید یه مشکل بزرگی که ما توی بازاریابی داریم و همیشه هم من گفتم یعنی که افراد فکر میکنن بازاریابی و تبلیغات یعنی دیده شدن، در حالی که چنین چیزی نیست. شما پراید، ما از پراید دیگه شناخته شده تر و دیده شده تر توی زندگی مردم ایران نداریم.
اما آیا اون آدمه در شرایطی که حق انتخاب داشته باشه حاضره این محصول رو انتخاب بکنه؟ نه. چرا؟ چون نیازش رو برطرف نمیکنه. طرف میاد میگه آقا من یه بورد زدم، تبلیغات رفتم، خیلی هم دیدم، بردم جایی که خیلی عبور و مرور زیاده و خیلی هم مثلا توجه کردم دیدنش. میگم خب دیدنش که اگه باشه تو مثلا پراید هم همه دیدن. چقدر آدما رو ترغیب میکنی و چقدر روی مسئلهشون و حل مسئلهشون در واقع دست گذاشتی. خیلی هم میگن آقا من رفتم وبسایت شخصی زدم، مثلا مشاور فلان. خب آدمه نمیاد تو وبسایت مشاور فلان که فقط با تو آشنا بشه، که آدم میاد به وبسایت تو که تو بدونه تو چه مسئله ای رو داری ازش حل میکنی. خب من رو سایت هم زدم، طرفم فهمید یه محمد مهرابیونی هست. خب که چی؟ آیا دونستن اینکه یه محمد مهرابیون همه مسائل حل میکنه؟ نه. باید بدونه که محمد مهرابیون قراره چه مسئله از مسائل بیزنس اون آدم رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. زارعی خریدار غذاهای فوری خانگی، چون زارعی دستش رو بالا برده بود. ببینید الان مثلا نوشتن دوست ما ایمنی و مقاوم در برابر ضربه و تماس با گرد و غبار. من هیچ کدوم اینها نیاز اون آدمه نیست. یعنی من موقعی که میخوام باتری بخرم برام زمان مهمه، مابقی این موضوعات میره تو اولویت دوم. بعدش هم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما رو چیزایی متمرکز میشه از بازاریابی که اون آدمی که خب دست در نکنه میره جای دیگه. طرف اومده من مراجعه کرده میگه آقا من فروشم کمه و مغازم مثلا، بعد من نگاه کردم میبینم مغازش آخرین قسمت یه راسته ایه که مثلا فرض کن طرف میخواد بره تجهیزات پزشکی بخره. خب تجهیزات پزشکی میخواد بخره، یه راسته ای داره دیگه. بعد این آدم مغازش رو گذاشته آخرین مغازه اون راسته، بعد انتظار داره که فروشش بالا باشه. من بهش میگم ببین اگه تو فکر میکنی که نیازی که داری برطرف میکنی اینه که آدم پاشن بیان تو این راسته و تا آخر وایستن و مغازه تو رو ببینن و خرید کنن، اشتباه میکنی. پس این نوع بازاریابی نمیتونه نیاز اون آدم رو جواب بده. میگه خب من باید چیکار کنم؟ میگم اتفاقا تو باید بری روی سمت بازاریابی که رو اونایی که سرچ میکنن، رو اونایی که تلفنی سوال میپرسن، رو اونایی که پزشک معرفی میکنه در واقع متمرکز بشی. مدل بازاریابی تو بذاری اونا. اگه تو مدل بازاریابی بذاری اونا میتونی نیاز رو برطرف بکنی، چون یه توانمندی داری، اونم اینه که یه مغازه داری، کالا دم دستته، اون آدم زنگ میزنه، آدرس ها میگیره، پا میشه میاد اونجا. برای آدمی که دیگه پا نمیشه 1 رو 20 دقیقه تک تک مغازه ها رو بگرده تا برسه به مغازه تو. خوب دقت کنید. پس مسئله که ما تو بازاریابی داریم اینه، نوع نیاز و نوع بازاریابی متناسب با نیاز باید چی بشه؟ شخصی سازی بشه. پس این مثالی که الان زدم مثال خوبیه. من میام میگم خب من که مغازم جایی نیست که اون آدمایی که نیازشون دیدن و انتخاب کردن رو بتونم جواب بدم. پس میرم چیکار میکنم؟ اونایی که نیازشون جستجو، تماس گرفتن، مشاوره، حالا چه توسط من چه توسط مثلا یه دکتر دیگه است، رو تارگت میکنم و اون نیاز رو پاسخ میدم. این شکلی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که مغازه من جواب اون نیازه رو میده. پس نوع نیاز مهمترین ویژگیه و شناسایی درستش مهمترین ویژگی یه بازاریابی. مورد دوم چی بود؟ حالا دوستان اونجا نوشتن که رفع گرسنگی و کلمه کلیدی میتونه این باشه که تحویل غذا کمتر از
5 دقیقه. خریدار غذاهای فوری خانگی. ببینید غذای فوری خانگی یعنی چی؟ یعنی مثلا غذاهایی مثل مثلا نودل. یعنی کسی که دنبال غذای فوریه و بیشتر مثلا خانگی مثلا بتونه تو خونه ازش استفاده بکنه. با فست فود یه ذره متفاوت. خب حالا ما مثلا اونجا چیه؟ باز کسی که دنبال غذای فوری از اسمش مشخص زمانه. یعنی من باید غذایی رو تهیه بکنم که زمان سریع آماده بشه و از یه طرف دیگه چون جنبه خانگی داره علاوه بر این که سریع آماده میشه این امکان رو داشته باشه که با غذاهای دیگه هم ترکیب بشه. مثلا من بتونم اینو با نمیدونم مرغ ترکیبش کنم، با گوشت ترکیبش بکنم یا تنوعی داشته باشم که بهترین مثالش اینجا چی همون نودل ها هستن. پس قاعدتا اینجا کلمات تعریف کننده چی میشه؟ نمیدونم باز از جنس زمانه، از جنس تنوع. یعنی تو باید زمان و تنوع رو به اون آدمه بفروشی. خریدار ماشین لباسشویی هوشمند کی اینو میخواد بگه؟ خانم صائب دستش آورده بالا. هستی؟ میکروفون دارید؟ خب آقای قدرتی شما بگین. سلام علیکم استاد. بحث خرید ماشین لباسشویی هوشمند به نظر من همون نیاز اصلی همون کنترل راه دوره که میشه کلمه کلیدیش همون کنترل شستشو با استفاده از گوشی همراه در هر نه لحظه. نه ببینید در هر لحظه که من یک ماشین لباسشویی هوشمند یعنی ماشین لباسشویی که ماشین لباسشویی کنترل از راه دور که هیچکی از ماشین لباسشویی که آخه از راه دور معلومه تا حالا لباس نشسته تو زندگی تا یعنی قشنگ پاسخی که دادی علاقه‌مندیت به شستشوی لباس رو داره نشون میده. مسئله اینه که چی باعث میشه که طرف بره به سمت ماشین لباسشویی و چه دغدغه های آدم ها تو ماشین لباسشویی دارن. ببین شما یکی دیگه از کاره که باید در شناسایی نیاز انجام بدید برای اینکه نیاز رو بتونی در واقع خوب پاسخ بدی و خوب تعریف بکنی که خودتو جای اون آدمه بذاری. بگی خب این آدمه الان چه دغدغه‌ای داره، چه کمبودایی داره، چه مسائلی داره. در ماشین لباسشویی اتفاقا زمان نیاز نیست. یعنی حتی میتونه عامل منفی هم باشه. چرا؟ چون آدما موقعی که میان سمت ماشین لباسشویی دیگه نیازشون نیاز زمان نیست، نیازشون قدرت پاک کنندگیه. ببینید مشخصه دیگه. یعنی من که دارم از ماشین لباسشویی استفاده میکنم یه لکه افتاده رو لباس، روی نمیدونم پتو، پرده فلان اینا، میخوام اینا تمیز بشن یا مثلا میخوام اون گرد و غبار اون نام مثلا چی بگم دیگه، اون چیزی که آلودش میکنه لکه ایجاد میکنه از بین بره. حالا برای اینکه اینو درست تشخیص بدی بیا خودتو جای اون آدم بذار که قراره اون لباس رو بشوره. چه مسائلی براش مواجهه؟ اینه که آیا این توانایی شستن این لکه رو داره، از بین بردن این لکه رو داره. پس اینجا اون نیازه از جنس تنوع برنامه است. یعنی مثلا من بتونم با حاشیه لکه‌ای که ایجاد شده رو از بین ببرم، بتونم یه پرده رو تمیزش کنم، نمیدونم پتو رو بشورم، نمیدونم چیزهای مختلف. یعنی اینجا اون کم بوده یا
هم که تهیه میکنم خیلی نباید بیام در مورد فیچرهای ماشین لباسشویی صحبت بکنم، چون آدم مثلا دنبال فیچر من نیست. اما مثلا بیام بگم آقا لکه چربی رو چطور میشه مثلا پاکش کرد و بعد در لابلای این موضوع بیام ماشین لباسشویی رو پروموتش بکنم، خیلی برای آدم جذابیتش بیشتره و آدم علاقه‌مند میشن ببینن چیه که اومده مثلا این مسئله رو داره حل میکنه. باز برمیگردیم به مسئله که اول کلاس گفتم، نیاز یعنی اون چیزی که تو ذهن اون آدمه. شما خودتون در مورد لباس و کثیف شدن لباس، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه زمان نیست. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که آیا این پاک میشه یا نه و چه جوری پاک میشه. ببین این میشه مسئله و نیاز و اون کمبودی که ابتداً در موردش صحبت کردیم. اوکی تا به اینجا؟ خب یا مثلا چروک نشدنه. بله مثلا چیزی که البته اولین چیزم با چروک نیست، یعنی شما پیرنه 5 میلیونی 10 میلیونی به خاطر یه لکه خراب بشه حاضری بشوری، حالا چروک هم بشه نهایتا میگه اتون میزنی دیگه. حالا بازم اینایی که شما دارید میگید مصرف کم آب و برق و اینا دیگه نیاز نیست. خوب دقت کنید. یعنی من مثلا نمیام بگم من میرم ماشین لباسشویی میخرم که مثلا بله هیچ وقت من ندارم مثلا تو ماشین لباسشویی که مصرف برق زیاده، اما من اگه بین دوتا ماشین لباسشویی بمونم که مثلا یکیشون گریدش A یکی A پلاسه، فقط به این تفاوت A و A پلاس توجه نمی‌کنم. به این توجه میکنم که اون مثلا برنامه‌های متنوع داره و میتونه مسئله منو حل بکنه و به مرور زمان این تو ذهن مشتری ایجاد میشه که این فقط مصرف آب و برقش کمه و یعنی مسئله تو رو برطرف نمیکنه. و باز برمیگردیم به این که تو بازاریابی شناسایی درست نیاز مهمترین قسمت بازاریابی. خب برگردیم به قسمت بعدی. خریدار کالاهایی که هزینه اولیه بالایی دارن مثل پنل خورشیدی. کی اینو میخواد بگه؟ به جزای برنجی آقای اختری شما بگو. احمد درست گفت. باز ببینید کسی که میاد یه دفعه یه پنل خورشیدی میخره و کلی هزینه میکنه که از اولی بالایی هم داره، این آدمه نیازش میدونی چیه؟ نیازش اینه که دائما میگه من این پوله رو که اینجا دادم اگه میبردم جای دیگه چقدر گین میکردم. چرا؟ چون هزینه‌ای که داده نسبت به سایر موارد هزینه بالاتریه. پس نیازه چیه؟ نیازه اینه که من که پولم برمیگرده و چقدر این سرمایه گذاری برای من سودآوره. خب حالا مثلا من اگه بیام تو تبلیغاتم خرید پنل خورشیدی رو با سرمایه گذاری و سپرده گذاری مقایسه کنم خیلی برای آدم جذابیت بیشتری داره تا اینکه من بیام بگم آقا این پنل خورشیدی من چه مزایایی داره. یعنی اون چیزی که مثل خوره میره تو ذهن اون آدمه اینه که خب من الان کلی پول دادم، این پول میتونستم بذارم تو بانک، میتونستم روش تحصیلات بگیرم، میتونستم تو بازارهای دیگه واردش بکنم و همیشه پس ذهنش اینه که این سرمایه گذاری من کی برمیگرده و چقدر سود آوره. پس یه بازاریاب میاد چی کار میکنه؟ این آدم رو در موقعیت مقایسه قرار میده، چون خودش داره مقایسه میکنه و در موقعیت مقایسه به اون آدم نشون میده که این انتخاب به صرفه ای از لحاظ اقتصادی هست. و از این کلمات ترغیب کننده
استفاده میکنه. استاد سلام عرض شد. جانم آقای اختری ببخشید یه بفرمایید. سوالی من در این مورد میتونم بپرسم. این نحوه پرداختش هم میتونیم بگیم مثلا تاثیرگذار هستش؟ بله بله تقسیم بله، بندی پرداخت بشه اصلا مثلا. هر چیزی که اون آدمه رو ببره تو دو تا 4 تا و متوجه بشه که این 2 تا 4 تایی که داره میکنه به نفعشه، این سرمایه‌گذاری خوبیه، هزینه انرژیش کم میشه، میتونه به دولت مثلا از دولت پول بگیره و یه جورایی در واقع مثلا مثل چیه، مثلا یه زمانایی اینا میومدن ATM ها رو به مجتمع ها در واقع میدادن. مثلا شما میرفتی یه دفعه یه هایپر مارکتی بود که اونش یه ATM هم بود، هنوزم هست. نه اینکه اون آدم رو قانع کنن، چون آدمی که تو هایپر مارکت 2 تا 4 تاه و جذاب باشه براش این کاره، چون میمدن چیکار میکنن، توضیح میدن اینقدر مثلا سود داره، اینقدر مثلا مشتری راضی نگه میداره، نمیدونم حتی یه هزینه یا ماهانه بهش میدادن که اینو اینجا قرار بدن. چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی چی؟ یعنی این اون آدمه رو سعی میکرد ببره توی این فضایی که این برای تو هم نفع داره، مشتری راضی نگه میداره، پاخور مغازه رو میبره بالا و خیلی موضوعات دیگه که اینجا وجود داره. پس چیزایی که ممنون. هزینه های اولیه‌شون بالاه، اینا رو شما باید داری آدم ها رو تو موقعیتی که این تصمیم گیری منطقی از لحاظ اقتصادی هست. مشتری رستوران های ارائه دهنده غذاهای رژیمی اینو میگه. بگو خانم صاحب. استاد صدای منو دارین؟ بله بله دارم. بله. توی این مورد به نظرم مهمترین چیزی که وجود داره اون کالری کم اون غذا هاست. یه لول برو بالاتر. ببین کالری کم از جنس خواسته است. خب نیاز چی بوده که آدم رو برده به سمت کالری کم؟ غذای سالم. پیش آدم سلامت. مهم. یعنی چی؟ یعنی کسی که میره به سمت غذاهای رژیمی، یعنی نیازش چی بوده؟ نیاز زنده بودنه، بله. نیازش سلامته. ببین نیازها محدودن دیگه، با خیلی راحت بخوام به شما بگم نیاز فرار از پدیده مرگه. یعنی من ایمورتالم، ماندنیم، مانام، میمونم. حالا اینا میگم خیلی وقتا نیازها به صورت پنهان و ناخودآگاهه و خیلی از افراد شاید اینو ندونن. حالا موقعی که من میرم به سمت بحث سلامت و بحثم اینه که یه آدمی که تارگت کردم و هدف محصول منه، آدمی که بحث سلامت براش مهمه و سالم بودن براش مهمه، پس باید دائما این مسئله سلامت رو چیکار کنم؟ تو ذهنش جا بندازم. مثلا اگر من اون غذای برای جذاب بود که مثلا نگاه می‌کردی توی این مثلا جوانه گندم وجود داره و مثلا یه غذای کاملا هلسیه و مناسب مثلا پوست فلان بهمانه و علاقه‌مند میشد که اینو ترای بکنه.
پس شما میاد چی کار میکنی؟ مثلا تو منویی که تهیه میکنی مثلا ویتامینا رو کنارش مینویسی مناسبه، مثلا میگه که اون آدمه موقعی که غذا داره انتخاب میکنه، چون همین غذا که به هر حال کم کالری هن، همشون به قول معروف هلسی هن، اما مثلا این غذا رو که امتحان میکنه علاقه‌مند بشه دفعه بعد یه غذای دیگر هم امتحان کنه و هی عادت بیشتری کنه به محصولات من و تنوع محصولات من. پس من اینجا باشم رو نیازی که دست من، نیاز سلامت، نیاز به پوست، مو، نمیدونم وزنه و همه این مسائل روش فوکس میکنم و سعی میکنم یه جورایی این رو توی منویی که طراحی میکنم بیارم که اون آدم علاقه‌مند بشه که غذای مختلف من رو تست بکنه. پس اینجا اون چیزی که ترغیب کننده است و جزء کلماتی که اثر گذاره بحث همون ویژگی‌های ویتامینشه، سلامتی که میتونه ایجاد بکنه و مسائلی از این دست، حالا در کنارشون کاهش وزن هم خب به تبعش وجود داره. و آخری بحث مسافر ایرلاین بین‌المللیه، یعنی کسی که میخواد در واقع یک ایرلاین بین‌المللی رو ازش استفاده بکنه و مسافرشه. این چه نیازی داره؟ آقای سرکبود شما بگو. خب خانم جلاییان شما بگو. میکروفون من نباید، میکروفون میتون خودتون روشن کنید، من باید بهتون میکروفون بدم؟ بکن خودتونم میتونید. خب خانم جلاییان آقای سرکبود، من میکروفون میدم ببینید درست میشه. خودتون میتونید، البته شما موقعی که وارد میشید متاسفانه یکی دیگه از باگایی که این داره اینه که شما که وارد میشید در مقام دعای درست میگم فکر میکنم اولی که وارد میشه شما نشون میدید که فقط میکروفون یا چیزه و بعد از اونجا درستش کنید. یا این پایین فکر کنم این صفحه علامت مایک داره، شما رو اون کلیک میکنید و میتونید میکروفونتون روشن کنید. حالا احساس میکنم این شکلیه، چون من نمیتونم خیلی به شما دسترسی بدم، اینجا نداره امکاناتشون. خب هر کی میخواد میکروفون روشن کنه بعد بیاد این پایین علامت میکروفون رو بزنه، حالت بی صدا در بیاره و بتونه صحبت کنه. استاد ببخشید بنده میتونم صحبت کنم؟ بله بفهمین. استاد به نظر من برای ایرلاین های بین المللی اون چیزی که بیشتر، چون که اون مسافت سفر زیاده، اون راحتی سفره، به عنوان مثلا چند ساعت، شاید مثلا 5 ساعت 6 ساعت داخل سفرن، یا اینکه اون هواپیمایی که استفاده میشه ایمن بودنشون، اون ریشه تر نیازش فکر می‌کنم راحتی سفر باشه. خب دیگه ما بقیه چی میگن؟ ما بقیه گفتن که راحتی سفر، امنیت هواپیما و زمان پرواز. ببینید هیچکی نمیاد بگه مثلا من امنیت نداره هواپیمام که، بعضی چیزا دیگه نیاز نیست، بعضی چیزا که مشخصه پرواز در بیشتر روزها، تایملاین های مختلف، بدون تأخیر، راحت و به موقع، پشتیبانی سریع و امکان استرداد پرواز مستقیم. استاد صدای منو دارین الان؟ بله بفهمید. سلام. من در این خصوص فکر میکنم که اینکه یه سری اعلان ها به یه سری مقاصد اگر که پروازهای مستقیم داشته باشن هم میتونه یه آپشن محسوب بشه توی این زمینه، علاوه بر چیزایی که دوستان گفتن. بسیار خوب. ببینید باز برای اینکه شما بتونید نیازها رو خوب طراحی بکنید و تعریف بکنید و خودتون رو باز جای اون آدمه بذارید. ببینید مسافر یک ایرلاین بین المللی همه این مواردی که شما گفتید مهمه براش. بالاخره کسی نمیتونه بگه من میام سر هواپیما میشم که امن نیست یا امکان استاندارد نمیتونم بلیت داره نداره نمیتونم. اما میدونید چیه مهمترین نیاز کم بود و اون چیزی که کانسرن اون آدم است پیچیدگیه.
ببینید شما موقعی که مثلا یه طرف یه سفر بین المللی میره، یه مسئله گرفتن ویزا، یه مسئله بلیت، رسیدن اونجا، ترانسفر شدن، هتل، همه ایناست. یعنی اگه کسی میخواد نیازه رو برطرف بکنه، باید پیچیدگی هایی که اینجا وجود داره رو برطرف بکنه. یعنی من میگم آقا، من اگر طرف میاد از من یک بلیت هواپیما میخره، فقط من نمیام یه پروازی رو بفروشم که طرف از مبدأ A میبره مبدأ B، مقصد B. میگم این خیلی، چون همه همین کار رو انجام میدن. اگرم دقت بکنید، اینایی که مثلا توی لینکدین میان، مثلا دیگه مثلا تو لینکدین یا شبکه‌های اجتماعی مثلا نارضایتی خودش رو به اشتراک میذاره، اینایی که معمولا سفر بین المللی میرن، مهمترین چیزهایی که به اشتراک میذارن اینه که آقا نمیدونم من بارم گم شد، نمیدونم اون هتلی که به من بعد داده شده بود شکلش فرق میکرد. یعنی چی؟ یعنی آدم ها وارد پروسه پیچیده‌ای میشن که چندین ساعت تا چندین روز درگیرشون میکنه. پس من اگه میخوام رو نیاز برطرف کنم و اون آدم احساس خیلی خوبی بهش دست بده، مهمترین کاری که باید انجام بدم اینه که این مراحل سادهش میکنم براش و سعی میکنم در هر مرحله بهترین سرویس کوالیتی رو به اون آدمه بدم. یعنی مشخص کنم چند کیلو بار میتونه ببره، اگه حجم بارش بیشتر شد چیکار باید بکنه، اگه بارش کم شد چیکار باید بکنه، من برای تو میتونم رو خدمات ویزا چه کمکی به تو انجام بدم، رو هتل و رزروش به تو چه کمکی میتونم بدم. و شما اگه دقت بکنی در سالهای مختلف عمدتاً بهترین ایرلاین های دنیا ایرلاین های شرق آسیایی هستند. اگه شما نگاه بکنید بهترین ایرلاین های دنیا یا شرق آسیایی هستند یا جنوب غربی آسیا. یعنی چی؟ یعنی بیشتر سمت فرهنگ شرقی هستند تا فرهنگ غربی. چرا؟ چون فرهنگ شرقی فرهنگ خدمتگزارتریه تا فرهنگ غربی و آدم هایی که تو این فرهنگ بزرگ شدن با راحت تر خدمت میرسونن تا فرهنگ غربی که توش نوعی سلسله مراتب و نگاه های طبقاتی وجود داره. در خاطر چه اتفاقی میفته؟ آدما موقعی که با این ایرلاین ها پرواز میکنن احساس میکنن که خیلی پیچیدگی کمتره، خیلی جاها پاسخگویی بیشتره، خیلی جاها مسائلی که ممکنه من با یه ایرلاین دیگه دارم اینجا ندارم و این برای من خیلی موضوع رو چیکار میکنه؟ راحتش میکنه. پس باز اینجا باید برگردید شما ببینید، شما هنر بازاریاب اینه که خودشو جای اون آدمه قرار بده و بتونه در نمیکنه. آژانس‌های مسافرتی هم میتونن در واقع چیکار کنن؟ پارتنرشیپشون با ایرلاین های انتخاب کنن که این کارها رو بهتر انجام میدن و حتی اون ایرلاینه بیاد روی آژانس‌های مسافرتی کمک بکنه که این در واقع اینتگریشن بهتر اتفاق بیفته. اتفاقا موقعی که شما داری اینجا این دوالیتی رو ایجاد میکنی، یعنی بحثت اینه که اتفاقا نمیخوای نیاز اون آدم رو برطرف کنی. یعنی چی؟ یعنی موقعی که ایرلاین میگه من تمرکزم روی فلانه، یعنی از نگاه بازاری برده به سمت نگاه تولید. میگه خب من که وظیفم پروازه، چرا باید بیام روی مسئله دیگه؟ اما من میگم اتفاقا ما تو بازاریابی فلسفمون از مفهوم تولید میره به سمت کاستمر سنتریک بودن. یعنی من کار ندارم من ایرلاین فقط وسط پشت من نگاه میکنم، میگم اون آدمی که داره از ایرلاین من استفاده میکنه به عنوان یه مشتری قبل و بعدش کجاها تجارب ایجاد میشه که من میتونم این تجارب رو ارتقا بدم و بعد بیام بگم من ایرلاین با این آژانس و اون آژانس هم من ایرلاین رو معرفی بکنه و ترکیب این دوتا یه ترکیب کاستمر سنتریک خیلی خوب ایجاد بکنه. بحثی که من جلسه گذشته گفتم همینه. ما موقعی که صحبت از بازاریابی میکنیم همه بحث بازاریابی از نگاه فلسفه تولید میبینن، میگن خب من این محصول دارم ارائه میدم، در حالی که بازاریابی میگه تو نباید نگاه کنی ببینی محصولی که ارائه میدی چیه،
تو باید نگاه بکنی ببینی یوزری که داره از اون محصول استفاده میکنه کیه، چه نیازهایی داره، چه دغدغه هایی داره و تو در کجاهای اینجا میتونه حضور داشته باشی. و یعنی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته همین چیزهای دیگه. یعنی یه بیزنس چون یه اسکوپ برای خودش تعریف میکنه و توی اون اسکوپ میخواد فعالیت بکنه، شاید تو اسکوپ خودش هم خوب فعالیت بکنه و خیلی مثلا، اما چون نمیتونه اون اینتگریشن رو درست ایجاد کنه، اون کاستمر سنتریسیتی اتفاق نمیفته و مشتری در نهایت این وسط چی میشه؟ متضرر میشه، حالا روانی، مالی و مسائل. بحث مسئولیت نیست، مسئله اینه که من خودم رو جای اون آدمه بذارم و همیشه از زاویه دید مشتری به موضوع نگاه بکنم و بتونم مثلا شما نگاه بکن خیلی کاره که تلگرام انجام میده اصلا وظیفه یه مرورگر یا یه مرورگر، یه پیام رسان نیست. پیام رسان اسمش مشخصه. یعنی چی؟ یعنی پیام من رو از نفر من به نفر بعدی برسونم. چرا اون کار دیگه انجام میده؟ چون نمیخواد خودش رو فقط یه پیام رسان یا مسنجر معرفی بکنه. اون میگه یه آدمی رو من دارم میارم توی فضایی به اسم تلگرام و توی این سوشال مدیا من این داره زمان میذاره. پس من باید سعی کنم از زاویه دیدشم موسیقی نمیدونم، سرعت ارسال فایل، دانلود فایل، آپلود فایل و اینه که تمایز رو ایجاد میکنه، مخصوصا الان که مشتری حق انتخابشون زیاده. بریم سراغ موضوع بعدیم. بریم سراغ این تبلیغ. این تبلیغ پارسال مثل الان خیلی روی بیلبوردهای مختلفی کار شد. حالا تازه اینجا شما با کیفیتش رو دارید میبینید. یه آدمی که تو بزرگراهه اینقدر این تبلیغ رو با این کیفیت نمیبینه، یعنی با یه تصویر کوتاه‌تر و کوچکتری این رو میبینه. سوال من اینه از شما که آیا از لحاظ مفاهیم بازاریابی که تا الان صحبت کردیم، آیا این تبلیغ مناسبی هست برای یه مجموعه که اتفاقا شرکتش هم شرکت شناخته شده ایه و این شرکت توی مجموعه کالا است، یعنی خودش یه در واقع شرکتش معتبر و شناخته شده در حوزه FMCG و بحث خرده فروشیه. آیا شما این رو میپذیرید نمیپذیرید؟ یه قشنگ ببینید و بعد به من بگید. بگو خانم جلاییان. استاد من فکر میکنم این تصویر با توجه به اینکه موضوع مواد غذایی و خوراک، اگر که از جلوه‌های بصری استفاده میشد که تصویر خود اون حالا خوراکی باشه توی یه دیزاین خیلی قشنگ، خیلی جذابتر و مشتری حالا نظر مشتری رو بیشتر جلب میکرد تا اینکه دو سه تا خانومن که حالا حالشون اوکیه ولی دو سه تا عکس بسته‌بندی کوچیک که اون محصول رو اومده اون گوشه گذاشته که توی یک حالا مثلا کسی که به طور مثال در حال رانندگی هست مطمئنا اونقدری شاید به اون سه تا دونه عکس کوچیک اون گوشه توجهی نکنه. من فکر نمی کنم با این موضوع حالا در واقع مواد غذایی این تبلیغ مناسبی باشه استاد. بعد سوال من از شما اینه که نیاز اینجا چیه؟ به نظر شما این تبلیغ بر روی چه نیازی دست بگذاره؟ شاید بشه گفت مثلا
اگر من منظور سوالتون رو دقیقا متوجه نشدم فکر کنم استاد. منظورتون این همین تصویر 3 تا خانم شادی که تو بله، تصویر نه کلا تبلیغ دیگه. حالا 3 تا خانم 4 تا خانم، کلا رو چه نیازی به نظر شما این باید دست بذاره؟ به نظر من یه همچین تصویری یه حس خوب میده در این خصوص که حالا مثلا بعد آرامش و شادی و یعنی حالا خدماتی شاید مناسب باشه با این تصویر ارائه بشن، تبلیغ بشن که در حیطه شادی و آرامش و خانواده و اینا باشن. من فکر میکنم اینطوری خیلی اثر بخشتر باشه تا اینکه حالا این برای تبلیغ یه مواد غذایی در واقع بیاد استفاده بشه. بسیار. ببینید، من به عنوان کارفرما از این تبلیغ چی میخوام؟ من به عنوان کارفرما از این تبلیغ فروش بیشتر این کالا رو میخوام. من اینه بیکار نیستم برم چندین میلیارد پول بدم، پس میگم آقا چی میدم چی میگیرم، ROI بازاریابی بهش میگم، بهش مارکتینگ ROI. یعنی اگه من چند میلیارد برای این دارم هزینه میکنم، چند برابرش باید بفروشم تا سودش تا حدی هزینه های این رو چیکار کنه، بپوشونه و جبران. آیا واقعا کسی که این تبلیغ رو میبینه علاقه‌مند میشه این محصول رو امتحان کنه؟ حالا محصول چیه؟ محصول یه وافله. یعنی محصولیه که ترکیبی از یه حالت بیسکویت و این هاست که باید گرم بشه روی چای و بعد خورده بشه. خب شما نگاه کن ببین، آیا این تبلیغ میتونه من بیننده رو علاقه‌مند کنه و برم توی مغازه و این محصول رو امتحان بکنم؟ نه. چرا؟ چون اگر این تبلیغ، خیلی راحت بهشون میگم، تبلیغ یک کلینیک دندان پزشکی بود، اثرش به مراتب از تبلیغ این بیسکویت و شیرینی بیشتر بود. چرا؟ چون من الان توی این تصویر تقریبا 70% این تصویر دندون سفیدیه که به هم نگاه دارن میکنن و لبخند میزنن. یعنی چی؟ بعدش هم واقعا کسی که اینقدر دندونش براش مهمه اصلا میاد واقعا این شیرینی ها این شکلی رو چیز کنه؟ یعنی خود اینم یه جورایی حتی تضاد داره. حالا اینش که بیشتر برای زیبایی، هم شوخی گفتم، اما کلا واقعا آیا این علاقه‌مند میکنه آدم رو برن و توی اون استور و اون مغازه و بگن آقا این وافل رو بده؟ نه. چرا؟ چون هیچ چیزی از محصول و ویژگی خاص در این تبلیغ وجود نداره. پس این تبلیغی که دیده میشه اما نیازی رو برطرف نمیکنه. ببینید ما در ادبیات بازاریابی 2 تا مرحله داریم. یکی اکشن و یکی کانورژن. اینو تو ادبیات بازاریابی هست، بلخص تو ادبیات بازاریابی های دیجیتال. چرا؟ چون که اکشن به معنی اینه که اون آدمه چقدر علاقه‌منده که اطلاعات محصول منو بگیره یا نسبت به محصول من حداقل یه واکنشی نشون بده. مثلا موقعی که شما ایمیلتون رو وارد میکنی، شماره تماستون رو وارد میکنی، تماس میگیری، نه جنس اکشنه. کانورژن چه موقعی اتفاق میفته؟ کانورژن موقعی اتفاق میفته که من محصول رو میرم امتحان میکنم و میشم مشتری، یعنی کانورت شدم. یک سوال، آیا این تبلیغ اکشن ایجاد میکنه و در یک سطح بالاتر کانورژن ایجاد میکنه؟ در هر دو جواب من نه اکشن ایجاد میکنه و نه کانورژن ایجاد میکنه. چرا؟ اکشن ایجاد نمیکنه چون هیچ چیزی برای اکشن ایجاد نکرده. نمیدونم SMSی باشه، کد تخفیفی باشه، نمیدونم آفری باشه، کمپینی باشه که من نسبت به این یه اکشنی انجام بدم. و کانورژن هم چیزی نیست که من علاقه‌مند کنه که من برم و نسبت به این محصول علاقه‌مند بشم برم استفاده بکنم. پس این یه تبلیغ فیله. چرا فیله؟ چون نیازه رو در نظر نگرفته. نیازه چه؟ نیازه آشنایی با این محصول. محصول جدیدیه
قبلا در بازار ایران نبوده، نوع استفادهش متفاوته و تو هیچ کدوم اینها رو هدف قرار ندادی و این باعث میشه که اون آدمه، اما مثلا شما میتونستی یه تبلیغ بذاری جوری که مثلا نمیدونم اینو میذاری رو چایی در کمتر 3 دقیقه این خیلی آدمی که الان اینو میبینه علاقه‌مند میشه که این فقط درس آقایونی که تازه این خانومام خیلی چیز این فقط درس آقایونی که بالاخره دوست دارن یه ذره چشاشون رو بالاخره چشه سفید و اینا حرکت میکنه بالاخره چهار تا زیبایی ببینه، شاید نهایتا این یه تاثیر این شکلی ایجاد بکنه که اون آقایی هم که با این جذب میشه یه ثانیه بعدش دوباره یه چیز دیگه پیدا میکنه، یعنی از سوربن میره کابل، یعنی اصلا هیچ علاقه نداره که لزوما به خاطر این تصویر به برند شما علاقه‌مند بشه، پس هیچ چیزی نداره. اما مثلا شما چای صوفیا رو ببین، نه تبلیغ خیلی پیچیده‌ای داره نه هیچ، اما میاد چیکار میکنه؟ میگه من چای زود دم دارم، هم چای اداری دارم و میاد چون رو نیاز دست میذاره کانورژنش به مراتب از این چیه بیشتره. اینم برای اینکه شما بحث نیاز رو ببینید. خب حسی رو در مشتری قلقلک بده، حس رو قلقلک، حالا با حس زده این دوتا. خب بریم سراغ موضوع بعدی، اما بریم سراغ تبلیغ بعدی. تبلیغ بعدی برای اپلیکیشن میلیه، اومده در این بیلبورد قبل فکر میکنم پل توانیره یه تبلیغ گذاشته بود. این قضیه مال فکر کنم بهمن پارساله، به تعداد کاربرها رو به صورت لحظه‌ای توی اپلیکیشن نشون میدم و پایینش یعنی میذاش من مراقب این همه اعتماد هستیم، مثلا من اینقدر کاربر دارم و هر کاربری که به این اپلیکیشن جوین میشد این تو لحظه این عددش تغییر میکرد. سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا این تبلیغ با مفاهیم بازاریابی میخونه یا نمیخونه؟ یعنی باز شما باید بیا خودتو بذار جای آدمی که قراره در یه بیزنس مثلا خرید خرید طلا سرمایه گذاری بکنه، مثل قبلی شلوغ نیست، فقط یه پیام داره انتقال میده، اما این تبلیغ درستیه برخلاف قبلیه. چرا؟ چون رو نیاز دست گذاشته. ببین من موقعی که میرم سراغ یه اپلیکیشن خرید طلا دغدغه‌م چیه؟ دغدغه‌م اینه که تعداد زیادی باشن و بشه اعتماد کرد. اینم دقیقا داره این نیاز رو برطرف میکنه، یعنی روی این نیازه داره دست میذاره و اگه شما نگاه بکنید تعداد کاربران رو میذاره. پس لزوما یه تبلیغ خوب به معنی یه تبلیغ پیچیده و استفاده از المانهای بصری متنوع نیست. یه تبلیغ خوب تبلیغی که نیاز رو شناسایی بکنه و متناسب با نیاز پاسخگو بشه. ما هم باید نیازها رو داریم که برای جلسه بعد کاری که انجام میدید اینه که این انواع نیازها رو مطالعه میکنید و من ازتون میپرسم، مثلا نیازهای بیان شده، نیازهای واقعی، نیازهای بیان نشده، نیازهای تهییج کننده و نیازهای پنهان، اینا چی هن و چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ Did you understood؟ پس این رو برای جلسه بعد ازتون میپرسم و به صورت رندوم میپرسم، پس هر کی اگه خوب جواب نده یا منو نتونه قانع کنه اون نمره کلاسیش نمیگیره یا از نمره کلاسیش کم میشه. پس این 5 نوع نیاز رو مطالعه میکنید و به این سوال پاسخ میدید که فرض کنید که شما مدیر بازاریابی یه شرکت آرایشی بهداشتی هستید و قرار بازاریابی، من این فایلش هم در خدمتتون قرار میدم، فایل کلاس رو که داشته باشید. سوال چی بود پس؟ که شما مدیر بازاریابی شرکت آرایشی بهداشتیه و قراره یه کرم مرطوب کننده رو بازاریابی کنید. این 5 تا نیاز چه نیازهایی هم و چگونه شما نیازها رو روش دست میذارید؟
خب آیه سوال داری آیه قدرتی؟ بله استاد، در مورد اون بیلبورد میلی که نشون دادید، خب حالا کسی که به نظرم بخواد تو بازار مالی سرمایه گذاری بکنه، خب خیلی دنبال اینه که یه ذره مطالعه بیشتری میکنه نسبت به محصول خوراکی و زیر و بمش رو در میاره. خب اون عدد یا اطلاعاتی که رو اون بیلبورد میزنه میتونه فیک باشه و حالا اونقدر به نظرم نمیتونه ترغیب کننده باشه تو ذهن که حالا به واسطه اینکه یه عدد زیادی رو بیلبورد زده مثلا این تعداد دارن استفاده میکنن ما هم بریم سمت اینکه بخوایم از اون محصول استفاده بکنیم. و حالا الان شما به نظرتون ما تو ایران 5 میلیون تریدر داریم؟ نمیدونم، اطلاع دقیقی ندارم ولی شاید. اینکه بازارش رو درست تعریف نمی‌کنی دیگه. یعنی بازاره فکر می‌کنی بازار کسایی هستن که میخوان اتفاقا هنر میلی الان کل فروش دیجیکالا درصد زیادی از فروش دیجیکالا توی FMCGش الان فروش طلاه. خیلی جالبه بدونید اینا اتفاقا هنرشون این بود که طلا رو از یک کالای سخت برای سرمایه گذاری تبدیل کردن به یک کالای ساده برای سرمایه گذاری. اتفاقا هنرشون این بود که سرمایه گذاری در طلا رو از یک کار تخصصی تبدیل کردن به یک کار عام. اتفاقا تارگت این محصول من و شمایی که میشینیم و مثلا فکر میکنیم و میگیم خب این 5 میلیون نفر هستن نیستن، نیست. تو اصلا ماها مشتری های خوبی برای این بیزنسه نیستیم. چرا؟ چون بیزنسه دنبال اینه که طلا رو از یه محصول سرمایه‌ای تبدیل بکنه به جایگزین یه محصول مصرفی. یعنی خیلی از افراد الان دیگه دیجیکالا میرن طلا میخرن. چرا؟ فقط برای اینکه بتونن سرمایه‌شون رو حفظ بکنن. اصلا دنبال ترید نیست. اصلا دنبال این نیستش که مثلا شما بشینه مثلا نگاه بکنه ببینه امروز طلای جهانی رفت بالا، او میگه آقا من میخوام پولم بیارزش نشه و این کار رو انجام میدن. اون آدمه موقعی که این تعداد رو میبینه به مراتب جذابتره براش که بره و ببینه این محصول چیه، چه فیچرهایی داره، چه امکاناتی داره و بتونه توی این محصول ثبت نام بکنه و استفاده بکنه. بزرگترین مشکل بازاریابی و بازاریاب ها همینه، یعنی از فضای پاپیولر جامعه فاصله میگیرن و خودشون همیشه در یه نقطه ایدئالی تصور میکنن که فکر میکنن که بقیه جامعه مسیر اونها رو میرن. نه، جامعه خیلی بازار خودش انتخاب میکنه. جامعه که بازار دنبال بازار پاپیولره نمیاد شما رو انتخاب بکنه. شما بهتر موسیقیدان هم که باشی جامعه میره نمیدونم احسان و آرش چیه اون دوتا داداشه رو انتخاب میکنه. شما بهتر نوازنده هم که باشی، بهتر موسیقیدان هم که باشی، نهایتا برای 100 نفر میتونی کنسرت برگزار بکنی. اونا با فالش خوندن و صدای ضعیف و ادا و اطواره که ایجاد میکنن میرن کنسرتاشون هم پشت سرم پر میشه. تفاوتشون در اینه که تارگت جامعهشون رو دیدن و اتفاقا اگر میلی موفق شد به این دلیل بود که اینها اومدن و روی پاپولیشن سرمایه گذاری کردن، نه روی کسایی که طلا رو فقط یه کالای قابل سرمایه گذاری میبینن. و این برداشت شما اشتباه دیگه، اشتباه بزرگیه که بسیاری از بازاریاب ها هم انجام میدن و نتیجه بازاریابیشون نمیگیره به خاطر اینکه از زاویه دید اون کاربر و مسئله نگاه نمیکنه. خب برای این جلسه کافیه. من یه حضور غیاب انجام میدم و کلاس رو تا جلسه بعد نریم جلو. حالا من این مواردش رو هم در اختیار شما قرار میدم. استاد معذرت میخوام ببخشید، بفهمین. یه مطلبی، خانم مسعودی حالا ظاهرا گویا تو کلاس تشریف داشتن، یه لحظه رفتم بیرون ارتباطشون گویا قطع شد، مثل که لینک انگار بسته شده و نتونستم وارد شن. حالا گفتم به من تو تلگرام اعلام کردم خدمت شما اعلام کنم زمان حضور غیاب. خانم چی مسعودی؟
بله بله خانم مسعودی. حالا من با دوستانم هماهنگ کردم استاد، گفتم حالا چنانچه یه وقت با تاخیر میخوام بیان یا غیبت میخوان بکنن، قبلش به بنده بگن که من حالا از طریق تلگرام یا زمان حضور غیاب خدمت شما اعلام بکنم دست شما درد نکنه. جلسه. دست خواهش شما میکنم، خاک. سلامت باشید. خانم احمدیان هستن سر کلاس؟ این افرادی که نام میبرم فقط یه چیز کنن، خودشون رو یه علامت بدن که من بدونم هستن. خانم احمدیان هستید یا نیستید؟ خب اسامی که مشارکت کردن من میدونم، پس فقط اسامی رو میخونم که خانم احمدیان نیست. آقای انجم هم نیست. خانم آقای بابا حسینی، خانم جان محمدی، آقای جاخچو. کسایی هم که فکر کنم ترمای پیشم با من کلاس نداشتن و دوباره. خب خانم جدایی که بود، خانم جعفری، نمیدونم، بعد میگن که نمیدونستم فلان و اینا. خب خانم جعفری هم که نیست. خانم جوکار، آقای چتر سفید، آقای حسن نژادی، آقای خلیلی، آقای خوشرو، خیلی جالبه 48 نفر ثبت نام کردن، بعد یه ماه هم از شروع کلاس ها گذشته، یه بار نمیگن مثلا این خانم دانا، آقای طاهری، جدید الورود و 404. آره اینا 404 هن. چرا جدید الورودها رو یه دونه 404 داریم؟ 404. حالا اینا بعدا میتونن صحبت کنن. خب آقای رحیم طاهری، خانم عباس آزاد، 404 نیستن اینا خیلیشون، 403. خانم غفوری، آقای غنیمتی، خب خانم فرتوت،
آقای فقیه. آقای کازرونی. آقای کیانی. آقای لنگرودی. آقای مروجی. آقای میری. آقای هادیلو. اسامی رو میبینم، کسایی که اینجا هستن حضور داشتن رو دیگه نمیخونم که بالاخره انقدر هوشمند هستیم که. آقای هاشمی. خانم یار احمدی. آقای یوسفی. خب بسیار عالی، انشالله که موفق باشین تا جلسه آینده. پس من فایل رو براتون میفرستم، اون کارم تا جلسه بعد انجام بدید. حالا به این دوستانم که در ارتباط هستید بگید دیگه، بگید این حساب کتاب نداره، یه دفعه همتون حذف میکنه، هیچ راه دیگه هم نداره. موفق باشین، خداحافظ.